ښه راغلاست او هرکلی د سهارنۍ خپرونې دوام ته منندوی مو یم چې راسره یې او د خپلې خپرونې یوه برخه یې. قدرمنو هیوادوالو، وخت را رسېدلی دی تر څو د نور د سفیرانو د انبیا علیه السلام د قصو پر دوام باندې یو ځل بیا د ابراهیم خلیل الله د ژوند د قصې او له هغې څخه د اخیستو درسونو په تړاو باندې له ښاغلي استاد اسماعیل بخشي صاحب سره بحث خبرې اترې ولرو او د هغې په تړاو درته معلومات درکړو. جناب استاد سلام، صبحتان بخیر و باز هم خوش آمدید. بخیر و سلامت باشین. من به نام خود تحیه نبی کریم صلی الله علیه و سلم بلفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به شما و تمام بینندگان تلویزیونی ملی تقدیم میکنم. اظهار سپاس جناب استاد از این که باز هم زحمت کشیدین و مهمان برنامه ما شدین. ادامه قصه خلیل خداست و در این بخش ما میریم نخستین سوال این گونه مطرح میکنیم جناب استاد که قرآن درباره این که در ملت ابراهیمی بمانیم چی توصیه هایی دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما و شما از پیروی ملت ابراهیم خلیل به اساس آیه قرآن عظیم شأن مأموریت داریم و قرآن عظیم شأن برای ما و شما مهربانی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفح نفسه. بعد از اینکه تمام زیبایی های اخلاقی همچنان متکی بودن به توحید و همچنان رفتن به امتحانات و آزمایشاتی که ابراهیم علیه السلام همه را به نحوی به شیوی بسیار خوب از ابتلا و آزمایشات بدر میشه و این قرآن کریم برای ما شما تذکر میده. بعد از این زیبایی ها از هر عقل سلیم قرآن کریم پرسش میکنه که و من چه کسی یرغب عن ملت ابراهیم، رویگردان میشه از ملت ابراهیم با این زیبایی هایی که ملت داره، با این معلم توحید بودنش، با صبرش، با حوصله مندیش، با سختی هایی که درای دین و به خاطر بشریت و روشنسازی به بشریت کشیده، با این زیبایی های اخلاقی که ابراهیم علیه السلام داره و من چه کسی یرغب و رویگردان میشه ملت ابراهیم. از ملت ابراهیم هیچ انسان عاقلی نمیخواد که خود دور بگیره و کوشش میکنه که خود منسوب بسازه به یک تمدن کهن ابراهیمی الا مگر کسایی که من او اشخاصی که سفیه نفسه، انسانهای سفی، انسانهای کودن، انسانهایی که بیخرد هستند، بیخردها خود از ملت ابراهیم مجزا احساس میکنن. دیگه هر کس که زندگی نامه حضرت ابراهیم علیه السلام بخونه، کارنامه های حضرت ابراهیم علیه السلام مطالعه کنه، هیچ گاهی کوشش نمیکنه که از این ملت جدایی بکنه و کوشش میکنه که این افتخار بزرگ و عظیمی را که الله متعال برای امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در نظر گرفته که ملت بودن به ابراهیم علیه السلام است، هر کس کوشش میکنه که تاج عزت و افتخار ملت بودن به حضرت ابراهیم داشته باشه. بسیار عالی. جناب استاد، انبیاء علیه السلام همواره دعا کردن و در دعاهایشان هم این که از پروردگار بر خود چیزی بخواهد برای ملت خود، برای امت خود تلاش کردن دعا بکند. ابراهیم خلیل کدام دو دعایی را نموده بود که بعد از مدت‌های بسیار طولانی مورد اجابت پروردگار قرار گرفت؟ بسیار سوال خوب و بجاست شیرزای صاحب. که یک مورد که خودی گفتی بعد از مدت ها، چقدر گپ خوب است نه که برای ما و شما میآموزانه که وقتی دعا میکنی بعد از دعا عجله نکنی. ببینی حضرت ابراهیم علیه السلام دعا میکنه، بعد از رحلتش دعایش اجابت میشه. ای که ما بعضی اوقات دعا میکنیم و زود منتظر نتیجه میباشیم، یعنی کار درست شرعی نیست. باید که ما شما وقتی که دعا میکنیم منتظر نتیجهش باشیم، ولی اگر که در زندگی ما نتیجه نمیده دعای ما،
امی بر آخرت ما ذخیره میشه، مثل که به ابراهیم علیه السلام شد. بله. دو دعای مشهور داره حضرت ابراهیم علیه السلام که بعد از مدت ها این دعایشون قبول میشه. اول دعایش همیست که بشریت در تنگنا نگذار یا الله و برشان پیامبری بعد از ما بفرست که آیت قرآن کریم حکایت میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمت و یزکیهم. ربنا ای پروردگار ما. حال ببینید دعایشون به یک شکل یک بافت میته که الله متعال رب ماست، مربی ماست، مربی حقیقی ماست. یعنی کسی که از پدر و مادر هم ما را زیادتر دوست داره و این خاطر میگه ربنا ای پروردگار ما و بعث فیهم به بعثت برسان در بین بشریت فیهم در بینشان یک پیغمبری را که از جنس خود بشریت باشه تا که تمام درد بشریت احساس کنه. ربنا و بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک تا که آیاتای تو را برشان تلاوت کنه و یعلمهم الکتاب تعلیم بده کتاب را و حکمت و حدیث را و در آخر ببینی موضوع تربیه را یاد میکنه و یزکیهم و همچنان تزکیه کنه اخلاقشان را، پاک بسازه اخلاقشان را. این دعای حضرت ابراهیم علیه السلام است. عین مضمون در قرآن عظیم شان 4 آیت وجود داره که عین مضمون است، ولی در 3 آیت تعلیم در یک آیت که همین ابراهیم علیه السلام دعا میکنه تعلیم نسبت به تربیه مقدم ذکر شده، ولی در 3 آیه دیگه که قول حضرت ابراهیم علیه السلام نیست تربیه نسبت به تعلیم مقدم ذکر شده. یعنی دین ما به ما توصیه میکنه که تربیه نسبت به تعلیم مقدم است. این یک مورد. و مورد بعدی که بعد از زمانها میبینیم که این دعا قبول میشه و نبی کریم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنه که ما نتیجه دعای پدرکلانم حضرت ابراهیم علیه السلام است. ببینید چقدر سال گذشت بعد از او باز دعای ابراهیم قبول شد. این یک دعای ابراهیم علیه السلام. دعای دومی که در قرآن ذکر میشه که بعد از مدت ها قبول میشه، حضرت ابراهیم علیه السلام مهربانی میکنه که الله متعال برای ما شما در قرآن گزارش میده که و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا. یاد که محمد صلی الله علیه و سلم که زمانی را که حضرت ابراهیم دعا کرد که ای پروردگار جل جلاله بگردان این شهر را امن، شهر مکه را که تا امروز ما شما میبینیم که الحمدلله در امن است. این دو دعایی است که حضرت ابراهیم علیه السلام دعا میکنه و بعد از مدت زمانی که خودش رحلت میکنه سالها میگذره و این دعا قبول میشه و پیامش برای ما شما همیست که اول از نگاه موضوع تعلیمی و تربیتی، تربیت نسبت به تعلیم مقدم در قرآن ذکر شده. یک و دومی که کوشش بکنیم وقتی که دعا میکنیم نتیجه دعای خود اگر در زندگی ما نمیبینیم مطمئن باشیم که یک پاداش بزرگی روز آخرت داره. بله جناب استاد، همه رسولان و پیامبرانی که پروردگار برای بشریت فرستاده همان نخستین ادعایشان کلمه توحید بود تا وحدانیت پروردگار بیاموزد و هر رسول با شریعت جدید و با احکام جدیدی در جهان ظهور کرده و پروردگار برش رسالت فرستاده. اما به این مشابهت های سنت های ملت ابراهیمی یا سنت های ابراهیمی را با سنت های نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم بحث بکنیم، چقدر مشابهت ها بین سنت های ابراهیمی و سنت های جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم وجود دارد؟ بسیار سوال خوب و باجا است شیرزایی صاحب. اول بخواهیم که یک کمی مفصلتر در این باره بحث بکنیم. احکام تشریع که وقتی که میگیم یا احکام شرع، وقتی که میگیم که ما پابندی از شریعت هستیم،
به طور عموم 3 بخش در بر میگیره. بله. به طور عموم البته. ببخشید من خواهش میکنم جناب استاد. احکام تشریع به طور عموم 3 بخش در بر میگیره. اولی که بخش اعتقادی که ما شما از او علم که بحث میکنه به نام علم عقاید گفته میشه. دوم ما شما میتونیم بگوییم که احکام اخلاقی. و سوم احکام شرعی فرعی یا معاملات. معاملات عبادات. این ما شما 3 بخش شد. در اصول تمام ادیان از دوران حضرت آدم علیه السلام تا دوران آخرین پیامبر که محمد صلی الله علیه و سلم است، همش یک توحید بوده که لا اله الا الله. بله. یعنی هیچ فرقی در اصول نبوده. بله. در موضوعات اخلاقی هم در اخلاق آدم علیه السلام اخلاق نوح بوده، اخلاق نوح علیه السلام اخلاق ابراهیم بوده، اخلاق ابراهیم اخلاق اسحاق و اسماعیل بوده. به همین شکل اخلاق موسی اخلاق عیسی بوده و اخلاق عیسی اخلاق محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. فرقی که در ادیان بوده در موضوع فروعات بوده. مثلا نماز بنی اسرائیل شکل دیگه بود، نماز ما شکل دیگه است. یعنی از او کده کامل تر است. روزی بنی اسرائیل و یا یهود امروزی که ما شما میگیم روزی غرقه بوده، یعنی به شکل بوده که حتی سحری نداشته. وقتی که شام خواب میکده همین خوابش که میبوده روزی شروع میشده تا شام بعدی. یعنی دیگه سحری نداشته که چیزی بخوره یا بنوشه، ولی از ما و شما روزی ما سحری داره. این فرق در بین ادیان در فروعات بوده نه در اصول. مشترکاتی که بین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و بین ابراهیم علیه السلام است، اولش از این موضوع است که در اصول یکی هستند. در عبادات و در بخش اخلاقی هم یکی بوده. ولی فقط اختلاف در موضوعات فرعی بوده. ولی خوشبختانه بعضی از احکام موجود است خصوصا در مناسک حج امروز که از همون دوران حضرت ابراهیم علیه السلام باقی مانده. وقتی که رسول الله السلام به رسالت رسید مکه فتح شد، رسول السلام اولین کاری که کرد همین مناسک حج تصحیح کرد. یعنی او سنتی که سنت ابراهیمی بود مورد تایید زد و او سنتی را که اضافه کرده بودن که سنت گفتیش نمیتونیم بلکه فرهنگای پوچی را که اضافه کرده بودن مشرکا سرش خط بدلان گرفت رسول الله صلی الله علیه و مثلا در بود شخصیتی یک روز رسول الله صلی الله علیه و سلام نشسته بود، یک صحابه نزدیکش بود، پیامبر صلی الله علیه و سلام بروته خود کوتاه داشت. پرسانش کرد که چرا یا رسول الله؟ گفت که پدر کلانم ابراهیم علیه السلام همین قسم چیریش بود. ببینی حتی در بود شخصیتی هم کوشش میکرد که از ابراهیم مطابقت بکنه. و به همین شکل مثلا قربانی که امروز ما شما در روز عید به قربان میکنیم اینمی از دوره حضرت ابراهیم علیه السلام باقی مانده که انشاءالله در وقتش درباره‌اش تماس میگیریم. و بسیار مسائل و مناسکی است که مثلا هاجر هم شما میبینیم که وقتی که اسماعیل علیه السلام در وادی که به نام صفا و مروه است میخوابانه 7 بار سعی میکنن. امروز ما شما نقش قدم میازوره حنفیا به حیث واجب میدانیم ما شما که وقتی میریم به حج باید بریم به صفا و مروه هم سعی داشته باشیم. بله. جناب استاد، عبرت هایی که از متابعت بزرگان از این قصه گرفته میشه چقدر مهم هست که ما از بزرگان خود، از کسایی که در بخش دین میدانستن و اجتهادات داشتن مطابقت بکنیم؟ چی پندی را به ما میآموزاند؟ پند و عبرت ها شیرزای قسم است که اگر ما به خود یک مثال را بکنم، همین موبایل که امیال پیش خودت است کمپانی سامسونگ است، درست است؟ کی حق داره که به اینمی موبایل خودت دستور استفاده شده؟
خود کمپانی حق داره. بله. درست است که ما شما به نام کتلاک میگیم. به این شکل ببینی خالق ما کیست؟ الله است. پس تمامی امورات زندگی ما و شما را الله متعال کتلاک داده و دستور عمل داده. بله. و این پیامبرایی را که ما و شما میگیم پندی که از پیششان میگیریم یا کیا بودن، یا کسایی بودن که دستور عملی را که الله متعال برشان داده بود به شکل عملی در جامعه ایره عمل کردن تا که باعث الگو و نمونه برای همه بشریت بفهمانه که دین سخت نیست و دین آسان است اگر کسی او را در وجود خود تطبیق بکنه به نحو درستش. بله. تواضع پیامبر صلی الله علیه وسلم در مقابل اسم ابراهیم خلیل الله چگونه بود جناب استاد؟ تواضع نبی کریم صلی الله علیه و سلم در مقابل اسم ابراهیم علیه السلام هم یک روز پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که طفلکش تولد شد، البته بعد از بعثت، که اسمش ابراهیم گذاشت. یک موضوع یعنی به خاطر نزدیکی و قرابت و دوستی که ابراهیم علیه السلام پدرکلان خود داشت، نبی کریم صلی الله علیه و سلم اسم ابراهیم اسم بالای فرزند خود گذاشت که باز فوت کرد که از ماری قبطیه بود، از همسر پیامبر، یکی از امهات المؤمنین هست. موضوع بعدی که یک کسی آمد پیش رسول علیه السلام برای پیامبر صاحب گفت که یا رسول الله تو بهترین انسان مرد و بهترین انسان کره زمین هستی. گفت نه، از مکه ابراهیم بهترین بود. ببینی حتی در مقابل اسم ابراهیم هم تواضع نشان میده و فروتنی نشان میده. بسیار عالی. جناب استاد، نبی کریم صلی الله علیه و سلم همان گونه که گفتن احترام بسیار زیادی به ابراهیم خلیل الله داشتن. در بخش این که به ما چه توصیه هایی کرده، تا در بخش نامگذاری که شما اشاره کردین، چقدر باید دقیق باشیم و چقدر نام های زیبا را به فرزندان انتخاب بکنیم؟ بسیار یک گپ خوب و بجا است. پیامی که از یمی درس ما و شما میگیریم، اگر بیم در بخش ازی که نامگذاری بالای اطفال و یا نوزادایی که متولد میشن هم از طبقه اناث و ذکور، ببینی یکی هر طفل بالای پدر خود 3 حق داره به طور عموم. حق اول گذاشتن نام نیکو است. بله. که باید یک نام نیک بالایش بگذاره. دوم موضوع همیست که تربیه دینی بکنه. بسیار عالی. و سومی که به ازدواج اسلامی برسانیش. بسیار. میایم سر از که چی تأثیری داره روانی خود اسم بالای طفلی که داینده جوان میشه. مثلا یک کس را نامش ابراهیم میگذاری، این جوان میشه. وقتی که جوان میشه حتما به خود فکر میکنه که پدرم چی گفته نام مرا ابراهیم گذاشت. کنجکاو میشه به زندگی ابراهیم علیه السلام و پیدا میکنه که ابراهیم یک مرد موحد، یک استاد توحید بود و کوشش میکنه که کنجکاوی بکنه و تمام زوایای زندگی ابراهیم علیه السلام در جان خود عملی بکنه. برعکسش اگر خدا نخواسته نام یک بچه فیلم نمیفهم، یک کسی که ستاره نام های غیر اسلامی و فرهنگ های متفاوت میگذارن، دیگه بازو کنجکاو میشه که کی بوده، الان که او که در اعتقادات ما و شما وجه مشترک نداره. بله. جناب استاد، قبلا شما اشاره داشتین به یک بخشی که نبی کریم صلی الله علیه وسلم درباره مشابهت صورت خود میخواستن به پدرکلان خود ابراهیم خلیل الله شباهت بدن. آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم با ابراهیم خلیل الله دیدار داشتن؟ نبی کریم صلی الله علیه و سلم ما شما با اساس آیت از مسجد الحرام تا مسجد اقصا با آیت ثابت است که سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. تا مسجد اقصا توسط براق با امرای جبریل امین پیامبر صاحب میره و بعد از او از مسجد اقصا که امروز متاسفانه مشکلات است در فلسطین امروزی، از مسجد اقصا تا جایی که خداوند پاک خواست عروج کرد نبی کریم جسمن و روحن با جبریل امین. در آسمان هفتم میگه دیدم که یک پیرمرد
در بیت المعمور تکیه زده و بسیار خسته معلوم میشه و بسیار یک انسان نورانی است. پرسان کردم از جبریل امین که ای برادر این سفید کیست؟ گفت پدر کلان حضرت ابراهیم است. نزدیک شدم برش سلام دادم، گفت که مرحبا، خوش آمدی ای اولاد صالح و نبی صالح. به این الفاظ میگه برای من خوش آمدید گفت. بعد از او باز گفت که هیچ پیامبری پیامی نداشت، میگه مرا گفت که به امتت پیام دارم، اولی که سلام مرا برای امتت برسان. 1400 سال قبل سلام ابراهیم علیه السلام به همه امت رسید. بعد از سلام برشان بگو که خاک بهشت حاصل خیز است، آب بهشت خوشگوار است و میوه هایی را که میخوایی که زیاد شود بین بهشت استفاده کنید در دنیا. سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله والله اکبر. امیر زیاد استفاده بکنی، قصر میخواستی، میوه ها میخواستی، برد داده میشه. بسیار عالی، بسیار عالی. این پیام ابراهیم بود. اظهار سپاس جناب استاد که در برنامه با ما بودین، واقعا استفاده کردیم. در اخیر اگر حرف و گفتنی باقی است، کامراهای تلویزیون تعلیمی و تربیتی ملی افغانستان در خدمت شماست. فقط یک کلام که کوشش بکنن پیام به جوانها است، چون آینده کشور جوانها هستند. 10 سال بعد همین تمام نظام سیاسی کشور به بازوی توانمند جوانای ما تکیه میکنه. کوشش بکنن درس بخونن، وقت کشی نکنن که وقت کشی در اسلام جرم است. اظهار سپاس، ممنونتان دوستان عزیز، ممنون از شما هم که تا این دم برنامه همدم برنامه ایتان بودید.